الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله رب العزة والجلال را حمد و ثنا و شکر ستایش می نماییم که به ما بندگانش بار دیگر فرصت داد و توفیق داد که باقی مانده از درس ها و حلقه ها که تعلق به کلمت التوحید دارد به شما بیان بکنیم. تا امروز به شما 6 شرط صحت لا اله الا الله بیان گشت و ضد اونها هم به شما ذکر کرده شد. علم، اولین شرط صحت لا اله الا الله که نابود کننده این علم جهل است و ضدش جهل است. صدق، یا که دومینش یقین که ضدش شک و ریب و شبهه است. سومین شرط صحت لا اله الا الله صدق که ضدش این کذب و نفاق است. چهارمین شرط لا اله الا الله این اخلاص که ضدش شرک است. پنجمین شرط صحت لا اله الا الله محبت که ضدش بغض و کره است. و ششمین شرط صحت لا اله الا الله القبول است که ما تا اینجا همه مسائلی که تعلق داشت به شما ذکر کردیم. و ضد ششمین شرط صحت لا اله الا الله این رد هست. در حلقه های گذشته به شما بیان نمودیم که ششمین شرط صحت لا اله الا الله قبول است و بی قبول لا اله الا الله در نزد الله قبول نیست. و تمام مسائل و احکام را با شرح توضیحات وسیع به شما بیان کردیم. حالا به شما ضد قبول را بیان میکنیم که ضد قبول این رد است و این را علما کفر رد میگویند. پس کفر متعلق به ترک قبول است. رد کفر رد این کفر است که متعلق به ترک قبول است. پس کفر رد در بر میگیرد کفر جهد را، کفر استحلال و کفر انکار را. کفر انکار آنچه که معلوم است از دین به ضرورت، یعنی چیزهایی که در دین به نهایت معروف است و هیچ کسی نمیتواند مسلمان باشد در حالتی که این چیزهای معروف را نداند. بارک الله فیکم. اسحاق ابن راهوی یکی از علمای متقدمین اهل سنت و الجماعت میگویند وقد اجمع العلماء ان من دفع شيئا انزله الله وهو مع ذلك مقرا بما انزل الله انه كافر. به تحقیق علما اجماع نمودند بر این که هر کسی چیزی را از نازل کرده الله رد بکند در حالتی که یا با همراهی همین اقرار بکند آن چیزی که الله سبحانه و تعالی نازل کرده است، پس این کافر است. یعنی معنای سخن این است که شما دینی الله را اقرار بکنید، قرآن را، رسول الله صلی الله علیه وسلم را اقرار بکنید، اما یگان چیزی که الله نازل کرده است یگان تی اون را رد بکنید، در این حالت انسان کافر می شود. بارک الله فیکم. به معنای سخن این عالم بزرگ اهل سنت و جماعت همین است. بربهاری شاگرد لالکایی میگویند در شرح السنه ولا يخرج احد من اهل القبلة من الاسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل او يرد شيئا من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك ان تخرجه من الاسلام. میگویند از اسلام خارج نمی شود یگان نفری از اهل قبله تا زمانی که آیت از کتاب الله رب العزت و الجلال را رد بکند یا چیزی از آثار رسول اکرم صلی الله علیه وسلم را رد بکند. پس زمانی که آیت را رد کرد، چیزی از آثار رسول الله صلی الله علیه وسلم را رد کرد، به تو واجب است که این انسان را از دایره اسلام بیرون بکنی، یعنی تکفیرش بکنی.
بارک الله فیکم. پس آنچی که مقابل قبول است و معارض قبول است و ضد قبول است، این رد است. رد این مقابل قبول است و نابود کننده و شکننده قبول است. و رد معنی های زیاد دارد و از معانی رد و هم معنای کلمه های هم معنای رد این انکار است. یعنی انکارم به معنای رد هست. عموما ما میگیم قبول این شرط ششم صحت لا اله الا الله است و ضد قبول و نابود کننده قبول و شکننده قبول این رد است. و رد باز چندین کلمه های دارد که هم معنای خودش هست و همین معنای رد را میدهد که یکمینش انکار است که این مقابل اعتراف است. گفتیم رد مقابل قبول، انکار هم معنای رد است که مقابل اعتراف است. الله سبحانه و تعالی در سوره مؤمنون آیه 69 میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. البته سوره نحل آیه 83 و اینچنین در سوره مؤمنون آیه 69 میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یعرفون نعمت الله ثم ينكرونها واكثرهم الكافرون. نعمت الله را میفهمند، میشناسند، اما بعد از فهمیدن و شناختن بعد از این انکار میکنند و اکثر آنها کافرانند. این سوره نحل آیه 83 است. سوره مؤمنون 69 میگه ام لم یعرفوا رسولهم فهم له منکرون. پس انکار در هر دو این آیات به معنای رد، ضد قبول آمده است. ضد قبول، ضد اعتراف آمده است. و دومین کلمه که هم معنای کلمه رد هست این الجحد است، یا جحود یا جهد یا استحلال، که جهد و استحلال یعنی حلال شمردن چیزی حرام، این مقابل اقرار است. پس جهد این عدم اقرار است، اقرار نکردن است، قبول نکردن است. جهد کردن یعنی اقرار نکردن است. الله سبحانه و تعالی در سوره نمل آیه 14 میگوید وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. و رد کردند و اقرار نکردند. بارک الله فیکم. البته این هم یک نمودی کفر است، کفر الجهد. و اینچون الله سبحانه و تعالی در این آیه انعام سوره انعام آیه 33 میگوید فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. محمد صلی الله علیه وسلم، آنها تو را دروغ نمی شمارند، لیکن اما ظالم ها به آیت الله جهد میکنند، یعنی آیت های الله را اقرار نمیکنند. اونها میدونند که این آیت های که تو میخوانی، این سخن هایی که تو میگویی، این از جانب الله هست و میدونند که این دروغ نیست، اما اقرار نمی کنند. بارک الله فیکم. یا که در مسئله استحلال در سوره توبه آیه 37 آمده است که الله میگه فیحلوا ما حرم الله. حلال میکنند، حلال میخوانند آن چیزی که الله حرام کرده است. بارک الله فیکم. و سومین کلمه که هم معنای کلمه رد هست این دروغ شماریدن است، التکذیب، که مقابل تصدیق است. چخلی که الله سبحانه و تعالی در سوره انعام آیه 34 میگه ولقد کذبت رسل من قبلک. و به تحقیق پیش از تو آمده رسولان هم دروغ شماریدن، تکذیب کردن. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى وكذب بالحسنى وغير ذلك من الآيات. و این چنین چهارم کلمه هم معنای رد این ایبا هست. ایبا یعنی سرکشی کردن و قبول نکردن. الله سبحانه و تعالی خبر میدهد از کسانی که سرکشی کردند و قبول نکردند در سوره توبه آیه 8 که یرضونکم بافواههم و تأبى قلوبهم. به دهانهایشان، به سخنهایشان شما را راضی میکنند، گویا که قبول کردند، اما به قلبهایشان رد میکنند و قلبهایشان رد میکنند. ولقد صرفنا للناس في هذه القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. پس این چنین صفت شیطان را الله سبحانه و تعالی بیان میکند در سوره حجر آیه 31 و میگه الا ابلیس ابى ان يكون مع الساجدين. یعنی وقتی که الله سبحانه و تعالی تمام ملائکه ها را امر کرد که به آدم علیه السلام مخلوقش که خلق کرده است سجده بکنید، همه سجده کردند مگرم ابلیس یعنی شیطان ابا، سرکشی کرد و نافرمانبرداری کرد و قبول نکرد که از جمله سجده کننده باشد. پس ایبا در اینجا به معنای امتناع میاد، یعنی خودداری کردن و امر را اجرا نکردن. و این دلالت به
قبول نکردن است. این چون دلالت به قبول نکردن است. بارک الله فیکم. و پنجمین کلمه ای که هم معنای رد است، مرادف کلمه رد است، اعراض است. سرکشی، تولی، روی گردانیدن که مقابل علم و طاعت است. علم و یا که الحرص و الطاعه است. چیزی که الله سبحانه و تعالی در سوره توبه آیه 76 میگه و تولوا و هم معرضون، اونها روی گردانند در حالی که اعتراض میکردند. پس بارک الله فیکم، اعتراض این هفتم یا که ششمین کلمه که هم معنای کلمه رد است که مقابل تسلیم است. و دلیلش و مثالش این الله سبحانه و تعالی در سوره کهف آیه 56 گفته است و یجادل الذین کفروا بالباطل لیدحضوا به الحق. پس بارک الله فیکم، این کلمه ها بود هم معنای کلمه الرد، هم معنای کلمه رد. یکمینش انکار، دومینش جهد و استحلال، سیومینش ایبا، چهارمینش اعتراض، پنجمینش اعراض و همه این کلمه ها هم معنای کلمه رد هست. بارک الله فیکم. که یکی از این وقتی که در انسان به وجود آمد، این دلالت میکرد که انسان شریعت رو قبول نکرده است، بلکه شریعت رو رد کرده است. و اعراض، اعتراض، تولی، ایبا، انکار، جهد، استحلال، همه اش به معنای رد هست که مقابل و ضد قبول است. بارک الله فیکم. البته در مسئله کفر و رد که ضد شرط ششم صحت لا اله الا الله القبول است، ما دلیل ها رو در حلقه های گذشته بیان نمودیم. وقتی که ما دلیل های القبول رو به شما ذکر کردیم، در همونجا آیت هایی که آوردیم این چنین دلیل برای کفر و رد بود. از همون آیت های گذشته استدلال میگرفتیم برای کفر و رد. بارک الله فیکم. برای همین دومی مرتبه دلیل ها رو در این مسئله کفر و رد ذکر نمی کنیم. بارک الله فیکم. چرا که ما در بیان دلیل های شرط القبول به شما این دلیل ها رو ذکر کردیم. پس بارک الله فیکم، باید بدانید که رد، کفر و رد یا که خود رد در بعضی حالت تنها خودش می آید و در بعضی حالت مغلظ است. یعنی در حالت می شود که رد خودش تنها بیاید و در حالتی که می شود که رد با همراهی و با دیگر چیزها بیاید که مغلظ شود. مثلا در بعضی حالت می شود که کافر دین را قبول نمی کند، اما دین را دروغ نمی شمارد، دشمن دین نیست، فقط دین را قبول نکرده است. به مانند ابو طالب، اما که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دین را قبول نکرد، لا اله الا الله را قبول نکرد، نطق نکرد، اما دشمن دین نبود، دروغ شمارنده دین نبود، دین را جهل نکرد، استحلال نکرد، ایبان نکرد، اعتراض و تولی و غیر ذلک، فقط قبول نکرد. اما در بعضی حالت کفرهای هست که یا که این چنین بسیار حالت قبول نمی کند و این چنین با همراهیش رد دارد و اعتقادهای باطلی که این چنین مناقض حق است وجود دارد، به مانند اعتراض، تکذیب، سب و دشنام و غیره. به مانند مثلا ابو لهب اما که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این چنین دین را قبول نکرد، اما نه تنها قبول نکرد بلکه این چنین انکار و دشنام و تکذیب و غیره ها داشت. بارک الله فیکم. الله سبحانه و تعالی در سوره انعام آیه 33 بیان میکند و میگوید که فإنهم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات الله یجحدون. آنها تو را تکذیب نمی کنند، دروغ نمی شمارند، ولیکن ظالم ها به آیات های الله یجحدون، رد می کنند، آیات های الله را رد می کنند. بارک الله فیکم. پس این یعنی به شما بیان می کند نمود رد رو که رد دو حالت دارد. حالت می شد که
انسان فقط قبول نمیکرد و حالت میشد که انسان هم قبول نمیکند هم در پهلوی قبول نکردنش با یک کفریات و یک شکننده سختی رو همراه دارد. قسم های رد چند قسم است؟ چند قسم های خود را دارد. البته علما میگن که رد 3 قسم است. رد قسمی قلبی دارد، قسمی زبانی دارد، قولی دارد، سخنی دارد و قسمی عملی فعلی دارد. بارک الله فیکم. یعنی میشد که انسان به قلبش رد بکند. خیلی که ما آیات رو درباره ذکر کردیم که الله سبحانه و تعالی نشانه منافقین را بیان کرد و گفت منافقا کسانی هستند که ظاهرا به زبانهایشان میگویند که ما قبول کردیم اما در باطنشان در باطنشان رد میکنند. پس این رد قلبی است که عادتا منافقها دارند. رد قولی این ردی کسانی هست که با زبان رد کرده اند، دشنام دین داده اند، دشنام الله و رسولش استهزا یا که کاملا و رفشن رد کرده اند، یا که جهد کردن، یا که تکذیب، یا که ایبا، یا که اعراض، یا که استعراض و غیره، اعتراض. یا رد عملی و فعلی. رد عملی و فعلی ضابطش این است که دایرهش این است که انسان یک عملی رو انجام دهد که این عملش صاحبش رو از دین خارج بکند، یا که انسان یک عملی رو انجام بدهد که این عمل لازم شمارنده یا که ملزم چیزی جهد کننده یا مستحیل باشد، یا یعنی استحلال کننده باشد. یعنی انسان یک عملی رو انجام بدهد که از عملش فهمید که گویا این دین رو رد کرد. این از دایره اینه که اهل علم میگویند جهد عملی یا که استحلال عملی. بارک الله فیکم. پس این نمود 3 نمودی اقسام رد بود. پس رد عملی به مانند امتناع، ایبا، سخریه و مسخره کردن، نظرناگیری کردن دین، استهزا و شوخی کردن یا دشنام دادن دین، که این همه رد عملی هست که انسان به سبب این گویا دین رو رد کرده است و قبولش نابود می شود. به سبب این عملها قبولش نابود می شود. وقتی قبول نابود شد این انسان از دایره اسلام بیرون می شود. و البته رد نمودهای خود را دارد. خیلی که علما بیان کردند. بارک الله فیکم. و البته نمودهای رد به 2 قسم تقسیم می شود. رد صریح آشکار و واضح روشن، که این ردی که دروغ شماریدن شریعت باشد یا که رد کردن شریعت، انکار کردن و جهد کردن شریعت و قبول نکردنش، این رد صریح است. و رد غیر صریح، غیر واضح، غیر روشن، که این به مانندی تحقیق نکردن طلبات قبول. شرط صحت لا اله الا الله گفتیم 6 قبول است. همین طلبات های قبول را تحقیق نکردن، به جان آوردن لوازمات قبول، طلبات های قبول، یا که از مثالش این چونین ترک کردن حکم شریعت، یا که بد دیدن توحید، یا که موالات المشرکین، این همه اش این چونین رد هست، اما رد غیر صریح و غیر چی است؟ واضح است. پس نمودهای کفر رد این چونین زیاد است، اما علما مشهورترین اونها را ذکر کردند، مانند ابن تیمیه رحمه الله، ابن القیم الجوزی بارک الله فیکم، و میگویند نمودهای رد قسم اولش این رد کلی است. رد کردن رد کلی، رد کامل، یا که به مانند تکذیب کردن، دروغ شماریدن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، یا که رد کردن رسالت رسول اکرم، یا که اون چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم آوردند، یا که انکار شریعت، یا که انکار قرآن و رد کردن به کل، یعنی شریعت رو کاملا رد نمودن، که اینو رد کلی علما میگن. دوم نمودش رد جزئی، یا که رد خاص. انسان همه شریعت رو رد نمی کند، اما قسم شریعت رو رد می کند.
البته در این مسئله مرجعه ها ببینید که رد جزئی را قبول ندارند. میگویند هر کسی که یعنی یک جزئی از جزئی شریعت را رد کرد ما این را کفر نمیگیم، اما رد کلی که شد، اگر رد کلی آشکار باشد بعد تکفیر میکنند، که البته این غلط است، این مخالف قرآن و سنت است. بلکه ما میگیم رد کلی هم کفر است و انسان را کافر میکند، و رد جزئی یک قسمی از شریعت را رد کردن را اینچنین ما میگیم حکمش کفر است. پس رد جزئی، رد خاص، رد کردن جزء یا چیزی از شریعت است، یا که یک امر شریعت یا که یک مسئله غیبیات، بمانند رد کردن مثلا جین یا که ملائکه، یا رد کردن نبی از انبیا، یا که رد کردن فرض از فرضها، که این رد کردن ردی جزئی هست. پس هر کسی که یک امر یگانه که در قرآن و سنت آمده است رد میکند، یا این را تکذیب میکند، دروغ میشمارد، یا که جهل میکند، حکمش به مانند کسی که دین را دروغ شمارده است. کاملا دین را کسی که دروغ شمارده است، این انسان هم حکمش مثل همون است. پس هر کسی که یک مسئله که رسول الله آورده اند این را دروغ شمارد و انکار بکند، به مانند کسی است که گویا که رسول الله را انکار کرده است و دروغ شمارده است. پس این انسان البته کافر است. ابن القیم الجوزی رحمه الله میگن و کفر الجهود نوعان، کفر مطلق عام و کفر مقید خاص. فالمطلق أي يجحد جملة ما أنزل الله وإرسال الرسول، والخاص مقيد أن يجحد فرضا من فروض الإسلام وتحريم محرم من محرمات، أو صفة وصف الله بها، أو صفة وصف الله بها نفسه، أو خبرا أخبر الله به عمدا، أو تقديما لقول من خالف عليه لغرض من الأغراض. پس در اینجا ابن القیم الجوزی اینچنین جهد را، رد را میگن که دو نمود است. یک نمود جهد است که این کفر مطلق است که شما یک جمله از امرها و نهیها و خبرهای الله را رد بکنید، و جهد دوم جهد جزئی است، و هر دویش هم رد کلی و رد جزئی هم انسان را از دایره اسلام بیرون میکند. هر دویش هم انسان را از دایره اسلام بیرون میکند، اما بعد از قیام حجت. بارک الله فیکم. یعنی یک کس یک چیزی خفی را رد بکند، البته مسئله خفی باشد، معلوم من الدین بالضروره نباشد، از اصول دین نباشد، در مسئله خفی باشد، در اینجا جهل عذر میشد. مثلا نفهمیده یکی از سنت های رسول الله را رد بکند از سبب نفهمیدن یا از سبب دیگر از چیزها، در این حالت جهل عذر است. اما کسی که میگه که من نفهمیدم و دین رو استهزا میکند، نفهمیدم میگه دشنام دین میکند، یا قرآن و سنت رو عموما رد میکند، البته این انسان در این حالت عذر ندارد و کافر است. بارک الله فیکم. پس با همین این حلقه رو به پایان میرسونیم و باذن الله در حلقه آینده باقی مانده از مسائلی که تعلق به کفر و رد هست به شما بیان خواهیم کرد.